7 مرداد 1404 و ما در خیابان ولیعصر تهران شاهد یکی از جنایت‌هایی هستیم که شهرداری تهران، شهرداری منطقه 1 علیه تنها باقی مانده های میراث این شهر داره اجرا میکنه و بدین گونه میبینید که در این عملیات تخریب ریشه های درختان رو چه بلایی به سرشون آورده. ریشه چنارهای 100 ساله ولیعصر بدین گونه مورد تاخت و تاز پیمانکاران و دلالانی قرار گرفته که جز یه فیلمی پخش شده بود در خصوص اینکه در خیابان ولیعصر دارن کارهای عمرانی انجام میدن، به درختان بی‌توجه هستن و باعث خشک شدن درختان میشن. لازم شد ما اینجا توضیحی عرض کنیم خدمت شهروندان محترم که چنین چیزی نیست و این طرحی که الان داره توی خیابان ولیعصر اجرا میشه یک طرح کلی هستش که از طرف مراجع بالادستی مطالعه شده. سالهاست کاری نشده و کلونی‌های موش، نفوذ فاضلاب از املاک، اینها باعث شده که درختان متاسفانه در معرض آسیب جدی قرار گرفتن، به خصوص بحث فاضلابی که جاری بوده اینجا. به محض اینکه کار عمرانی انجام میشه و ماهیچه جداول انجام میشه، سریعا نخاله کشی انجام میشه و توسط بچه‌ها خاک زرایی مناسب به فوریت، مثلا در سطح نهایت 24 ساعت الی 36 ساعت، این روی ریشه های درختای ریشه هایی که بیرون مونده خاکریزی میشه که خدای نکرده اتفاقی برای درخت نیفته.